دیدی فیلم رو؟ سلام دوستان، من امیدم. امروز میخوام آموزش این که چطور من این فیلم رو میسازم و بهتون داخل این ویدیو آموزش میدم. خب وارد این برنامه میشیم. بعد هر چیزی که هر شکلی که میخواین در بیاین و میذارین اینجا. کلی شکل داره. راستی این برنامه اینترنتی است. این رو میتونید از گوگل پلی دانلودش کنید. مثلا من این ببره رو میخوام انتخاب کنم، میزنم روی قسمت گالری، هر عکسی که دلم بخواد رو انتخاب میکنم. مثلا من الان به نظر من این خوبه. آره بچه عکس سالاش رو بالاخره باز کردم. خب اندازه مورد نظر رو پیدا میکنید، بعدش روی دکمه اوکی میزنید و همین ویدیو رو اضافه میکنید. بعدش این دفعه الان اومدیم بیرون، به این معنی نیست که درست نشده. میریم داخل همین اینجا. آره بعدش میبینیم ویدیو داره برامون بارگذاری میشه. منتظر میمونیم تا ویدیو برامون بارگذاری بشه، تا 100 بشه، 100%. آره خب وای میستیم 95 شد. خب و الان ویدیو آماده است. نگاه کنید. دیدید؟ حتما این برنامه رو دانلود کنید و این عکس برنامه است و این که همین برنامه از گوگل پلی گفتم میتونید دانلود کنید و همین. ممنون تا آخر این ویدیو همراه من بودی. خوشحال میشم لایک کنید و فالو کنید و کانالم هم سابسکرایب کنید داخل یوتیوب. راستی بچه ها، من داخل یوتیوب یه دونه کانال دارم، اونم حمایت کنید.